مسئله چند؟ مسئله 234 ماسکوفی نه 234 صنف 7-8 ماسکوفی نه. نگاه کنین، شما گوش کنین. میگه که бассейн шириной 10 метр разделен перегородкой. С одной стороны от перегородки уровень воды относительно дна 2 метра, а с другой стороны 1 метр. Найдите результирующую силу гидростатического давления воды на перегородку. А как фамилия чи масала чи гуфтестай? میگه که نمی бассейн یک مانع قطعی ایبانش جدا کردن، یک دیوار قطعی فهمیدین؟ یک دیوار перегородка، یک دیوار قطعی ایبان جدا کردن. از یک طرف دیوار میگه سطح آب 2 متر بلنده، از یک طرف آب 1 متر. همین 2 متر ما با اش 1 اشاره میکنیم، اش 1 انا 1 متر با اش 2 میشوه. هم خیلی اشاره کنیم میشوه اش 2 تو که اش کلان اش مایده میتونیم اشاره کنیم. خیلی اینجا اوای انا میگه که قوه نتیجوی فشار گیدراستاتیکی انمی موی ها را به انمی دیوار با پرگرودکا با مونعه بیاورین. قوه نتیجوی فشار گیدراستاتیکی آب. نگاه کنین این طرف در این طرف اگر نه ایچی نباشه که آبی طرف نباشه ما باید بدونیم که کدام فشار قطعی آب به انمی دیوار تأثیر میکنه. نگاه کنین این اینجا در فشار چیه؟ زیادتره، زیاده نظر به نقطه های دیگه برای جمع همه جای چخورترین فشار همه در اینجا زیاده فهمیدین نه؟ انا اینجا در کمتر میشه، انا اینجا کمتر هم خیلی در اینجا واپس 0 میشه فشار. اگر فشار اتمسفری باشه فشار اتمسفری نباشه 0 فهمیدین؟ با اعتبار نگیریم اگر 0 میشه. برای همون هم خیلی فشار کم شدن میگیره هم خیلی فهمیدین؟ ما فشار میانه را میگیریم، فشار میانه که به همجا تاثیر میکنه فهمو؟ فشار میانه چی میشه؟ فشار میانه یکم یعنی فشار یکم ای طرف برابر میشه با فشار ماکسیمال نی فشار همه در زیادترین جمع فشار خردترین 0 تقسیم 2 فهمیدین؟ فشار میانه که به همین مانعه تاثیر میکنه، به همین پرگرودکا تاثیر میکنه، به همین دیوار. یعنی رو جی اش 1 این فشار در این نقطه های فهمیدین؟ جمع 0 فشار در او بالا تقسیم 2 یا خودش با چی برابر میشه؟ رو جی اش 1 تقسیم 2 فهمو؟ فشار میانه را میگیریم. از بس که فشار ما خطی زیاد میشه با افزودن با چقدر رفتن چقدر ما چقدر بریم اش زیاد شوه اونم قدر فشار هم زیاد میشه. این طرف دام هم خیلی این طرف در فشار پی 2 برابر میشه، پی 2 برابر میشه با رو جی اش 2 تقسیم 2. نگاه کنین که یعنی دیوال ما ببینید که مساحت دیوال چقدر داره. همین دیوال ساوز دیدین؟ همین دیوال ساوز همین دیوال ها نگاه کنین پر مساحت امی مساحتی تو اش 1 از من نشون میدم. مساحتی تو اش 1 اینم قدر اینم قدر بوجه دیوال دوام داره که خیلی چه بگم فهمیدین نه؟ اصلا این خیلی دیوال دوام داره. این طرفش ماده چی؟ ماده در کار نیست، ماده همین قدری که او اش 1 میرسش همون قدر مساحت هم اس 1 میگیم. پس اس 1 برابر چه اینه بلندی شه. این شرط چی گفتگه؟ درازیش چند گفتگه؟ درازی همو چی میگن؟ برش 10 متر گفتگه. значит اینه بلندی اش 1 اینه جانم درازی فرض کردیم ا فهمو؟ درازی ا. پس مساحت اس 1 من برابر میشه با ا اش 1 موافقاً اس 2 با چی برابر میشه؟ ا اش 2 اس 1 تقسیم 2 میشه. او شد کرده ای اش 1 فهمو؟ اگه قوه را سر زمین ایستم قوه افی ای طرف افی ای طرفی ای طرف یکم قوه اف 1 تاثیر میکنه فرض کردیم ای طرف یکم قوه اف 2 تاثیر میکنه. انا همین اف 1 اف 2 ما با واسطه پی 1 ضرب اس 1
F2 برابر P2 ضرب S2 ifade میکنیم. هم خیلی است. انا که میگه قوه نتیجوی اشاره که درستش کرد که بیاین ما میدونیم که F1 زیاده یا F2. F1 برای هم قوه نتیجوی برابر میشه با فرق F1 طرح F2. هم خیلی است. یا که برابر میشه با F1 مون چیه؟ F1 مون P1 S1 طرح F2 مون P2 S2 هم خیلی با برابری این جمعه نیستم قوه نتیجوی برابری P1 مون رو جی اش یک تقسیم 2 هم خیلی S1 مون A اش یک هم خیلی طرحی P2 مون رو جی اش 2 تقسیم 2 S2 مون A اش 2 هم خیلی هم خیلی قدم با قدم باید حل کنیم. رفتیم دالشی نگاه کنیم رو جی A 2 رو جی A 2 تقسیم 2 هم اشتر داریم. پس رو جی A تقسیم 2 را ای قوس میبریم اش 1 کوادرات طرح اش 2 کوادرات در این قوس میمونه. فهمو؟ برای کی این آیا بود نگاه کن رو جی اش 1 تقسیم 2 اش 1 دیدی؟ انا اش 1 قطعی اش 1 میشه که اش 1 کوادرات با اجازه هم خیلی انا این فرمول اخیران میشه قیمت ها را میمونیم. دو تنول را میگیریم 3 کیلونیوتن میمونه یعنی 150 کیلونیوتن. انا بود مسئله چند؟ مسئله 234 مسکوف کنه.